مردی که آرزوی ثروتمند شدن را داشت. بنسیر مردی سازنده عرابه های بابلی که خیلی میخواست ثروتمند باشد کاملا رو افتاده شد. روی صندلیاش نشسته بود و از روی دیوار کوتاه که مال و ملک او را احاطه کرده بود غمگینانه به خانه ساده و کارگاهش که یک عرابه تقریبا ساخته شده در آن قرار داشت مینگریست. همسرش از بین دری باز در حالی که دائم در رفت و آمد بود دیده میشد. نگاه های دزدانه همسرش به او هر لحظه یادآور میشد که در خانه تقریبا خوراک باقی نمانده است و او پیوسته باید مشغول کار باشد و عرابه نیمکاله‌اش را تماما کامل کند. بلغچه را بر کار درآورد و اره بزند، حرکت نموده آن را رنگ و بار کند و سردسته چرخ را محکم به دور آن بندد. عرابه را برای تحویل آماده کند تا بتواند از مشتری ثروتمندش مزد بگیرد. با وجود تنی بزرگ و موشک‌های قوی کنار دیوار نشسته ذهن او آرامش داشت. با مسئله‌ای که جوابی برایش پیدا کرده نمی‌توانست دست و پنجه نرم کرد. آفتاب گرمی تروپیکی که پدیده معمولی وادی فرات بود بیرحمانه به او می‌تابید. دانه‌های عرق از رو و پیشانیش سرازیر می‌شدند و بدون آنکه نابود شوند برای دستمال گردن پشم که روی سینه‌اش قرار داشت می‌چکیدند. آن سوی خانه‌اش دیواری بلند با پیشیوان که دور قصر شاه را احاطه کرده بود قرار داشت. در سایه این شکوه و جلال خانه او و چند خانه دیگر خاکسارتر ولی خوب نگهداری شده بودند وجود داشت. بابل این گونه بود، آمیخته از شکوه و پریشانی، ثروت حیرت انگیز و فقر شدید، بدون هیچ سیستم و برنامه در داخل دیوارهای محافظ شهر در هم میپیچیدند. پشت سرش اگر تاب خورده گشته نگاه میکرد میتوانست عرابه های پر سر و صدای ثروتمندان را که تاجری صندلی پوش را به جای میبردند ببیند. همین طور گداهای پابرهنه را. حتی ثروتمندان هم مجبور بودند به چاه‌ها بپرند تا راه برای عبور راه‌های دراز مدتی برده‌های آبکشی بگیرند. برده‌ها که هر کدام یک ظرف بزرگی پرآب از پوست بز ساخته شده را تحت فرمان پادشاه برای آبیاری باغ‌های معلق حمل می‌کردند. بنسیر آنقدر غرق مشکلی خودش بود که هیاهوی آن شهر پرغوغا را نمی‌شنید. صدای غیر منتظری چنگ آشنا او را از خیالاتش بیرون آورد. برگشت و به چهره مهربان و خندان بهترین دوستش کابی که بسته‌کار بود نگاه کرد. خدا بهترین رحمت را سخاوتمندانه به تو بدهد دوست خوب من. کابی با احترام استادانه شروع به صحبت کرد. آنها آنقدر سخاوتمند هستند که لازم نیست تو زحمت بکشی. من از بخت و اقبالت واقعا خوشحالم. خدا را شکر جیبت به خاطر کار و بار خوبت پر است. 2 تنگه ناقابل برای جشن امشب به من قرض بده. از دست نمیدی به تو پس میدهم. اگر 2 تنگه داشتم با گرفتگی جواب داد بنس به هیچ کس نمیتوانستم قرضشان بدهم، حتی به تو که بهترین دوستم است، چون آنها تنها بخت و اقبال من بودند. تمام بخت و اقبالش را به هیچ کس حتی به بهترین دوستش قرض نمیدهد. چی؟ کابی با تعجبی مثال زدن فریاد زد. ای 2 تنگه هم در جیبت نداری و این طور مثل مجسمه به دیوار تکیه دادی؟ چرا آن عرابه را کامل نمی کنی؟ پس چی طور می خواهی برای جشن آماده باشی؟ چی شد از دوستی من؟ قوه پایان ناپذیر است، پس کجاست؟ چیز ناراحتت کرده؟ خدا برای دردسر درست کرد. شاید عذاب از سمت خدا باشد. بنسیر این را تصدیق کرد. همه چیز از یک رؤیا آغاز شد، از یک رویای احمقانه که من در آن فکر کردم. مردی با درآمد و ثروتمندم که از بند کمربندم زیبا می نماید. همچنین تنگه های آویزان و تنگه هایی که بیملال به گداها می بخشیدم در کمربندم موجود بود. تکه های نقره که می توانستم با آنها برای همسرم لباس و زر و سیم و برای خودم هر چی می خواهم بخرم. تکه های طلا که مرا نسبت به آینده مطمئن می کرد و با وجودشان ترسم از خرج کردن نقره ها می ریخت.
احساسی باشکوه از رضایت و خرسندی در من بود و مرا به عنوان یک دوستی سختگار نمی شناختی. همسرم را هم به خاطر نداشتن چین و زیبایی درخشانی چهرهش از شادی نمی شناختی. همسرم دوباره مثل دختری باکر لبخند به لب مثل روزهای اولی ازدواج من شده بود. گفت او واقعا رویای زیبایی بود. کابی در جواب گفت ولی چرا با اینکه رویای به این شیرینی سراغت آمده است این طور غم زده به دیوار تکیه دادی؟ واقعا برای چی؟ چون وقتی از خواب بیدار شدم و به یادم آمد که جیبم چقدر خالی است، حسی طغیان برایم دست داد بگذار کمی در موردش صحبت کنیم. همان طرف که قیقرانها این کار را میکنند. ما هر دو در این قیق پارو میزنیم. دوتایی وقتی نوجوان بودیم با هم پیش روحانی رفتیم تا دانش و حکمت یاد بگیریم. وقتی جوان شدیم روزهای خوشی با هم داشتیم. وقتی بزرگ شدیم همیشه دوستای نزدیکی بودیم. به حال و هوای خودمان بودیم. از کار کردن زیاد و خرج کردن بی دغدغه‌ای درآمدهامان لذت می بردیم. طی سالهایی که گذشته پولهای زیادی به دست آوردیم. دانستن اینکه چه لذت‌های با پول به دست می آید باید در موردش فکر کنیم. بنسیر با لبخند تلخی حاکی و تحقیری ادامه می داد. آیا ما بیشتر از یک گوسفند گنگیم؟ ما در یکی از ثروتمندترین شهرهای دنیا زندگی می کنیم. جهانگردان می گویند هیچ شهری به ثروتمندی شهر ما نیست. ما به ثروت شهرمان مشهوریم ولی خودمان هیچ چیزی نداریم. بعد از نصف عمری تلاش و کار سخت تو بهترین دوست من جیبت خالی و به من می گویی می توانم 2 تنگه ناقابل برای جشن امشب از تو قرض بگیرم؟ بعدش من چه جواب می دهم؟ می گویم بیا این همیان من، در داخلش چیزی باشد با خوشحالی با تو تقسیم می کنم. نه، می گویم من همیانم مثل همیان تو خالی است. چی شده از کابی؟ چرا نمی توانیم نقره و طلای بیشتر از مقدار کافی برای غذا و لباس جمع کنیم؟ بچه‌هایمان را در نظر بگیر. بنسیر ادامه داد. آیا آنها پای در جایی پای پدرانشان نمیگذارند؟ آیا آنها و خانواده‌هایشان اینچنین پسرهایشان و خانواده‌های پسرهایشان هم باید بین گنجینه‌های طلا زندگی کنند و مثل ما به این شیری ترشی بزدل خوش باشند؟ طی این سالهای دوستیمان تا حالا این طور حرف نزده بودی بنسیر؟ کابی حیران شده بود. طول این سالها چنین فکر نکرده بودم. همیشه از کله سحر تا دیر وقت زحمت میکشیدم تا بهترین عرابه را که یک نفر میتواند آن را سازد بسازم. از ته قلبم آرزو داشتم که خداوند به روز کار سخت و شایسته مرا ببیند و موفقیت و کامیابی ها را برایم ارزانی دارد. کاری که هیچ وقت نکردم. آخر فهمیدم که هیچ وقت هم این کار را نخواهم کرد. به خاطر همین دلم گرفت. آرزو دارم مردی توانایی باشم. آرزو دارم زمین و گله‌ای داشته باشم. آرزو دارم لباس خوب و تنگه در جیبم داشته باشم. من تصمیم گرفتم که برای این چیزها کار کنم. با تمام قدرتی که در بدنم دارم، تمام مهارتی که در دستم هست، اینچنین تمام زیرکی که در ذهنم دارم و امیدوارم که تلاشایم با انصافانه پاداش سزاوار خواهم گرفت. واقعاً چی شده ما؟ دوباره از تو میپرسم چرا ما نمیتوانیم آسودگی کامل برای خودمان فراهم کنیم مثل آنهایی که با طلاهایشان این کار را میکنند؟ جوابی ندارم. کابی پاسخ داد. من هم حالم بهتر از تو نیست. درآمدم از چنگ نوازی زود تمام می شود. بیشتر باید برنامه‌ریزی کنم و نقشه بکشم که خانواده‌ام گشنه نمانند. همیشه در دلم آرزوی یک جنگی را دارم که آنقدر بزرگ باشد تا بتوانم به درستی آن قطعات موسیقی را که در ذهنم جوش و خروش میکند بنوازم. با یک همچون ساز میتوانم موسیقی های درست کنم که حتی شاه تا حالا نشنیده باشد. بله، تو باید همچون چنگی داشته باشی که هیچ مردی در بابل نتواند اینقدر چابک بنوازد که نه تنها شاه بلکه خداوندم بهره‌مند باشند. ولی چطور میتوانی به آن برسی وقتی هر دویمان مثل برده های پادشاه بی پولیم؟ صدای زن را گوش کن. خودشان به سمت ستون طولانی
برده‌های نیم برهنه آبکش که عرق ریزان و با زحمت در راه کوچه تنگ خیابان فراخ به سوی دریا می آمدن اشاره کرد. هر ستون 5 ردیف داشت که پهلو به پهلو می آمدن، هر کدام زیر یک ظرف سنگینی پوستی بوزی آب خمیده شده بود. نمونه آشکارا یک مرد توانا، آنی که آنها را رهبری می کند، کابی به آن مرد زنگدار که در پیش آنها بدون هیچ بار حرکت می کرد اشاره کرد. یک مردی برجسته در کشورش می شود به راحتی تشخیص داد. چهره های خوبی دیگری هم می شود در این گروه دید. بنسیر به نشانه تصدیق ادامه داد. مردان خوب مثل ما، مردان قد بلندی سفید پوست از شمال، مردان خندان سیاه پوست از جنوب و مردان کوچکندامی قهوه پوست از کشورهای نزدیک، همه با هم از دریا به سمت باغ‌ها راه پیمایی می کردن. پس و پیش، هر روز هر سال بدون هیچ امید برای آینده رخت خوابی از کاه به هر کدام برای خواب و اطاله غفص بهره خوردن. مرا برای این فکرهایم ببخش کابی، مرا ببخش آنها و تو باعث شدی متوجه باشم که ما چقدر حالمان از آنها بهتر است. ما خودمان را آزاد میپنداریم. کابی غمگینانه اندیشید که شاید این درست باشد. ما سالهای سال زندگی غلامانه داشتن را دوست نمیداریم. کار 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 به هیچ سرانجامی. شاید ما متوجه نشدیم که دیگران چطور طلا جمع کردند و کارهای آنها را تکرار نکردیم. کابی دوباره پرسید. شاید رازهای وجود دارد که باید آنها را از کسانی که آنها را میدانند یاد بگیریم. بنسیر متفکرانه پاسخ داد. امروز کابی اشاره کرد. سراغ دوستی قدیمیمان ارکد رفتیم. سوار عربه طلاییش بود. او دستی خود را دراز کرد که همه بیننده ها متوجه شدند که برای کابی نوازنده لبخند دوستیش را تقدیم می کند. آنها او را به همچون ثروتمندترین مرد بابل می شناسند. بنسیر با فکر گفت او چنان ثروتمند است که پادشاه دنبال کمک های طلاییش به خزینه هاست. کابی جواب داد اینقدر ثروتمند که. بنسیر ادامه داد می ترسم اگر یک شب تاریکی ببینمش دستم را در جیبی پرش کنم. سفسطه نگوی. کابی دوباره ادامه داد ثروت در جیب مرد نیست که میخواد آن را با خود دائما بگرداند. یک همیانی پر از پول اگر به فکر طلای برای دوباره پر کردنش نباشد زود خالی می شود. ارکد درآمدی دارد که همیشه جیبش را پر می کند بدون توجه به اینکه چقدر سخاوتمندانه خرج می کند. درآمد گپ در همین است. بنسیر گفت من درآمدی میخواهم که همیشه به جیبم سرازیر باشد، چی وقتی که به دیوار تکیه دادم و چی وقتی که در سفر به سرزمین های دور هستم. ارکد باید بداند که آدم چه خیلی میتواند برای خودش یک همچون درآمد به دست آورد. فکر میکنی این چیز است که ارکد با طرز فکری ما به آن رسیده باشد؟ گویا او دانشش را به پسرش نامزیر هم یاد داده است. کابی جواب داد مگر نمیدانی به نینوه رفت و طوری که در کاروان سرا میگفتند بدون کمک پدرش یکی از ثروتمندهای شهر بود. کابی تو فکری عالی جنابی به سرم انداختی. آتشی درخشانی در چشمای بنسیر به وجود آمد. پرسیدن نصیحت‌های خوب از یک دوستی خوب مثل ارکد هیچ ارزشی ندارد. دیگر به جیب خالیمان که یک سالی گذشته مثل لانه شاهین بود فکر نکن. نگذار که این حادثه پیش ما را بگیرد. ما دیگر از این بیپولی و این همه ثروت بیزاریم. ما دیگر میخواهیم مردهای توانایی باشیم. بیا برویم پیش ارکد و از او بپرسیم چطور ما هم میتوانیم برای خودمان درآمدی داشته باشیم. یک گونه حرف میزنی بنسیر. تو درک جدیدی در ذهن من جای دادی. تو باعث شدی بفهمم ما چرا تا حالا درک درستی از ثروت نداشتیم. هیچ وقت ندیدمش. تو همیشه سخت کار کردی تا با صفت‌ترین عرابه ها را برای بابل بسازی. همه تلاش تو وقف این هدف شد و به خاطر همین تو در این هدف موفق شدی. من هم سعی کردم به جن نوازی ماهر باشم و در این کار موفق شدم. ما هر دو به این چیزهایی که بهترین تلاشمان را برایشان کردیم موفق شدیم و خدایان راضی بودند که ما اینطور ادامه بدهیم
حالا روشنایی پر نور مثل سفیدی خورشید میبینیم. آن از ما دعوت میکند که چطور بیشتر موفق بودن را یاد بگیریم. با یک درک تازه باید راههای شرافتمندانه برای رسیدن به آرزوهایمون پیدا کنیم. بیا همین امروز پیش حرکت برویم. بنظیر اصرار کرد. ضمناً بیا از بقیه دوستای دوران کودکیمون که آنها هم زندگی بهتری از ما ندارن بخوایم که با ما بیاین و به این دانایی و خرد سهمگزار باشن. تو همیشه به فکر دوستایت بودی بنظیر. به خاطر همین است که دوستای زیادی داری. امروز می رویم و آنها را هم با خودمان می بریم.